بریم سر اصل مطلب. ببین من روانشناسی رو دهن خوندم، یه مزان مانتو هم دارم با 2 تا آیدی فیسبوک و یه کتاب خوندم. منم یه باشگاه بدنسازی دارم، 6 بکم، آرشیو فیلم دارم، لاتاری هم شرکت. من فنگشوی میکنم، انرژی من خیلی مثبت. منم کلاسای موفقیت شرکت میکنم، تو کلاسای کنکورم پشتیبانم. ببین من عاشق کویرم، از این عکسای پرشی هم دارم تو کویر. اگه بری تو یوتیوب فیلم منو میبینی که من روش شنا دراز کشیدم، 2 فرسخ خرقلت میزنم. چه جذاب. ولی من هیچ وقت دوست ندارم بچه داشتم. فقط ادابس. یه چشم بادومی با یه سیاه‌پوست. بهت گفتم من عکاسی و نقاشی هم میکنم. اوه مای گاش. منم خواننده‌ام. پس چرا من هیچ وقت صداتو نشنیدم؟ خب چون که صدای من جزو صدای غایبه. چه خوب.